الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى. الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی رسول الله صلی الله علیه و سلم در سالهای اول زندگی مدنی خودشون، زمانی که به مدینه منوره هجرت کرده بودند، با ایشان ازدواج کرد. حضرت زینب بنت خزیمه رضی الله تعالی عنها در سال 4 هجری از دنیا رفتند. یعنی اولین همسری بودند که در زمان مدنی و در عهد و دوران مدنی و در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتند. و قبل از این ما میدونیم که حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نخستین همسر ایشان بود که در حیات ایشان از دنیا رفت، و بعد از حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دومین همسری که در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم و قبل از ایشان از دنیا رفته حضرت زینب دختر خزیمه هست که ایشان در سال 4 هجری در واقع فوت کردند. و زندگی ایشان با رسول خدا صلی الله علیه و سلم بسیار کوتاه بود، یعنی فقط چند ماهی رو در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی کردند و بعد از این وفات کردند و ایشان را در بقیع و در مدینه منوره قبرستان بقیع دفن کردند. ایشان اون همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند که معروف هستند به زینب ام المساکین. و یکی دیگر از همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم زینب بنت جحش هست، یکی دیگر از امهات المؤمنین. و شوهر قبلی زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها، این 2 نفر هستند از همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم که نام مشترکی رو داشتند. اولین زینب بنت خزیمه هست و دومی زینب بنت جحش هست. زینب بنت جحش نزدیکترین همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم از نظر نسب مادری هست که با رسول الله صلی الله علیه و سلم ارتباط نزدیکی رو از جهت نسب داشتند، از جهت نسب مادری. اگر خاطرتان باشد قبلا عرض کردم که از نظر نسب پدری نزدیکترین همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم ام حبیبه هست، رمله دختر ابو سفیان، و از جهت مادری زینب بنت جحش است، زیرا که زینب بنت جحش دختر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و شوهر قبلی را که زینب بنت جحش داشته، شوهر قبلی زید ابن حارثه بود. جریان بسیار معروف و مشهوری هست در تاریخ اسلام که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبلا زینب را با پیشنهاد خودشون به ازدواج زید ابن حارثه در آورده بودند. و اما این زندگانی زید ابن حارثه و حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنهم اجمعین این زندگی موفقی نبود، با همدیگر اختلاف داشتند و سازگاری وجود نداشت. به این خاطر زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه این همسرش را یعنی زینب بنت جحش را طلاق داد و بعد از آن الله متعال زینب را به نکاح رسول الله صلی الله علیه و سلم در آورد. الله متعال در قرآن می‌فرماید فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، زمانی که زید همسرش را طلاق داد و از اون جدا شد، زوجناکها، ما اون همسرش را یعنی زینب بنت جحش را در نکاح تو در آوردیم، ازدواج شما را در واقع منعقد کردیم. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا، تا به خاطر این که مؤمنان دیگر در ازدواج کردن با زنان پسرخوانده هایشون مشکلی نداشته باشند بعد از این که پسرخوانده هایشون زنان خود را طلاق میدهند. یعنی بعد از طلاق میتوانند که با زن پسرخوانده خود ازدواج بکنند و هیچ اشکال و ممنوعیتی وجود ندارد. بلکه در زمان جاهلیت این را به عنوان یک ننگ و عار میفهمیدند. اما با این اقدام و این آیه‌ای که نازل شد از جانب الله متعال، این حکم عوض شد و الله متعال این رو ثابت کرد که اگر کسی پسرخوانده‌ای داشته باشد و اون پسرخوانده زنی داشته باشد، اگر اون را طلاق داد میتواند که زن پسرخوانده خودش را ازدواج بکند و هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها افتخار میکرد و همیشه میگفت که من این افتخار را دارم و این برتری را بر شما دارم که زوجکن اهالیکن، تمام شما همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم را خانواده هایتون اولیایتون به نکاح رسول الله در آوردند، اما من تنها کسی هستم که الله متعال از فراز 7 آسمان نکاح مرا با رسول الله صلی الله علیه و سلم منعقد کرده و بسته. و این واقعا هم افتخار بسیار بزرگی بود برای حضرت زینب رضی الله تعالی عنها. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در سال 5 هجری با حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ازدواج کردند و این ازدواج مبارکی بود که از جانب الله متعال و به دستور الله متعال بود، بلکه الله متعال این اعلام کرد که الله متعال این نکاح را در آسمان بسته و این ازدواج در واقع منعقد بوده. و جالب اینجا هست که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حیات خودشون در بنابر حدیثی که در صحیح مسلم هست فرمودند که یتبعنی اطولکن یدا، از میان شما همسران من، خطاب به همسران خودشون فرمودند که از میان شما هر کسی که دستش درازتر باشد و دست بلندتری داشته باشد اون قبل از دیگران به من ملحق خواهد شد، یعنی این که از دنیا زودتر از بقیه می رود. ازواج مطهرات همیشه می آمدند و دسته های خودشون را متر می کردند و اندازه می گرفتند تا اینکه بفهمند و متوجه بشوند که چه کسی دستش طولانی تر و درازتر هست که بنابر فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از دیگران از دنیا می رود. اما کسی این را به این واقعیت پی نبرد. اولین همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم که بعد از ایشان فوت کرد زینب بنت جحش بود. ایشان در سال 20 هجری فوت کردند در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و حضرت عمر بر ایشان نماز جنازه را خواندند و در بقیع دفنشون کردند. و بعد از این که زینب بنت جحش وفات کرد و اولین همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که بعد از ایشان وفات کرد، تازه ازواج مطهرات و امهات المؤمنین متوجه شدند که منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم از این فرموده ای که اطولکن یدا، اونی که دست طولانی تری دارد، و این دست ظاهری و فیزیکی نبوده، بلکه منظورشان اون کسی بوده که از بیش از همه صدقه و خیرات میکند و بذل و بخشش و جودی را در واقع داشته است. از جانب زینب بنت جحش رسول الله صلی الله علیه و سلم باجناقه هایی را داشته، مانند مصعب ابن عمیر ابن هاشم که این ازدواج کرده بود با حمنه دختر جحش و خواهر ام المؤمنین زینب بنت جحش، و بعد از مصعب حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه با حمنه ازدواج کرد. از این جهت هم حضرت طلحه می شود باجناق رسول الله صلی الله علیه و سلم. و یکی دیگر از باجناقه های رسول الله که بسیار معروف و مشهور هست حضرت عبدالرحمن ابن عوف هست رضی الله تعالی عنه که ایشان با حبیبه ازدواج کردند. حبیبه هم یکی از دیگر از خواهران حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها بودند. بعد از مشاهده کردن یک میان برنامه انشاءالله باز هم خدمت شما باز میگردم و مطالبی دیگر هم درباره ازواج مطهرات خدمت شما عرض میکنم. آری بینندگان عزیز و ارجمند، در این جلسه و 2 جلسه قبلی که در خدمت شما بودم تا کنون حدود 7 نفر از ازواج مطهرات را خدمت شما معرفی کردم و مختصری رو درباره زندگانی و بیوگرافی این ازواج مطهرات خدمت شما بیان کردم. و 8مین همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم میمونه هستند. میمونه دختر حارث هستند که خواهر ام فضل هستند. ام فضل هم همسر حضرت عباس رضی الله تعالی عنه عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. ما میدونیم که میمونه بنت حارث رضی الله تعالی عنها قبل از رسول الله صلی الله علیه و سلم شوهر دیگری را داشتند. ابی صبرت ابن ابی رهم بود و که پسر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم
در سال 7 هجری در یک مکانی به نام سرف در نزدیکی مکه مکرمه با حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها ازدواج کردند. و چیزی که جالب هست در این مورد میبینیم که حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها در همان جایی که با رسول خدا صلی الله علیه وسلم عقد عروسیشان منعقد شد و در واقع ازدواج کردند، در همان جا از دنیا رفتند و در همان جا دفن شدند، یعنی در منطقه سرف و در نزدیک مکه مکرمه که امروزه بخشی و یک محله از محله های مکه مکرمه هست. حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها در سال 51 هجری وفات کردند در منطقه سرف و در اونجا دفن شدند. همون گونه که قبلا هم عرض کردم خدمت شما، از میان همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم فقط حضرت خدیجه و میمونه قبرشون در مکه مکرمه هست و باقی مانده ازواج مطهرات همه در مدینه فوت کردند و در جنت البقیع و قبرستان بقیع دفن هستند. مادر میمونه اسمش هست خوله و بعضی از روایات و در برخی از منابع به نام هند ذکر شده. این خوله یا هند واقعا یک انسان بسیار مبارکی بوده و در تاریخ اسلام وقتی که ایشان را معرفی می کنند و ذکر می کنند نام ایشان را این گونه یاد می کنند از خوله و یا از هند که ایشان مبارکترین انسان بودند که دامادهای مبارکی رو الله متعال در واقع نصیب ایشان کرده بود. یعنی اکرم الناس اسحارا، یعنی اون کسی که دامادهایش از همه انسانها مبارکتر هستند و بهتر و در واقع نیکوکارتر هستند. و علتش این هست که خود میمونه که یکی از دختران خوله هست، همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، چه انسانی مبارکتر از رسول الله صلی الله علیه و سلم خواهد بود. و یکی دیگر از دختران خوله و یکی دیگر از خواهران میمونه همسر که سلما هست، سلما بنت عمیس هست و که خواهر مادری در واقع میمونه بود. ایشون حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه هست، عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم. لبابه باز هم که بنت حارس هست و خواهر دیگر حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها هست، همسر حضرت عباس بودند که عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و همچنین اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی که باز هم خواهر بودند، خواهر میمونه بودند، خواهر مادریشان بودند که به ترتیب قبل از همه حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه با اسماء بنت عمیس ازدواج کرده بود. بعد از وفات حضرت جعفر حضرت ابوبکر صدیق با ایشان ازدواج کرد و بعد از حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی رضی الله تعالی عنه با ایشان ازدواج کرد. یعنی این که حضرت جعفر و حضرت ابوبکر و حضرت علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین باز هم دامادهای این خانم بزرگوار یعنی حضرت خوله بودند و یکی از انسانهای مبارک. و همچنین لبابة الصغرا که یکی دیگر از خواهرانشون بودند، این همسر ولید ابن مغیره بود که ولید ابن مغیره پدر خالد ابن ولید هست. پس بنابراین خالد ابن ولید در واقع می شود خواهرزاده حضرت میمونه بنت حارس و ام المؤمنین حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها. می بینیم که این خانواده یعنی خانواده حضرت میمونه و مادرش که خوله هست واقعا انسانهای بسیار مبارکی را و محترمی را و انسان های شریفی را در داخل خانواده خودشون جمع کردند. و افراد دیگری هم هستند که دامادهای این خانم بودند خوله و که در واقع من از ذکر نام اونها خودداری کردم. و حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها همون گونه که عرض کردم خواهران متعددی را داشته و از جانب میمونه رسول الله صلی الله علیه وسلم باجناقه های زیادی را داشتند که تقریبا حدود 10 نفر میرسند که معروف ترین اونها همون گونه که عرض کردم حضرت حمزه هست که شوهر سلما بود و خواهر مادری حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها، حضرت عباس رضی الله تعالی عنه که شوهر لبابه
لبابه بود که باز هم خواهر مادری میمونه بود، و حضرت جعفر و ابوبکر صدیق و علی مرتضی رضی الله تعالی عنه باز هم از این جهت میشوند باجناق های رسول الله صلی الله علیه وسلم. البته این نکته رو از یاد نبریم و همیشه به خاطر داشته باشیم که وقتی که ما میگیم باجناق های رسول الله صلی الله علیه وسلم، به این معنی نیست که این افراد در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم باجناق ایشان بودند، بلکه بعد از وفات ایشان و برخی از این افراد به این گونه هستند که بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع با خواهران ازواج رسول الله و امهات المؤمنین ازدواج کردند، مانند حضرت علی رضی الله تعالی عنه که بعد از وفات در واقع حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با اسما بنت امیس رضی الله تعالی عنها ازدواج کرد. و همچنین یکی دیگر از باجناق‌های رسول الله ولید ابن مغیره هست، پدر خالد ابن ولید که لبابه صغرا را ازدواج کرده بود که باز هم در واقع خواهر پدری حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها هست. و یکی دیگر از همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم سوده هستند، سوده دختر زمعه ابن قیس ابن عمرو که نسبشون در غالب با رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جا متصل می شود. و مادر سوده نامش شموس بود، شموس بنت قیس ابن عمرو ابن زید از قبیله بنی نجار بود و این در واقع شموس برادرزاده سلما بنت عمرو بود. سلما بنت عمرو مادر عبدالمطلب هست. اگر به خاطرتان باشد گفتیم که هاشم رفته بود در مدینه منوره و در یثرب آن زمان و از قبیله بنی نجار زن گرفته بود و عبدالمطلب مادرش همون سلما هست، سلما بنت عمرو هست و این شموس بنت قیس این هم برادرزاده سلما بنت عمرو و که مادر عبدالمطلب هست در واقع حساب می شود. و شوهر قبلی سوده عموزادهش بود، عموزاده سوده که به نام سکران ابن عمرو ابن عبد شمس و که ایشان دومین همسر رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از خدیجه هستند. یعنی بعد از این که حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها از دنیا رفتند در مکه مکرمه، رسول الله صلی الله علیه وسلم دومین همسری رو که انتخاب کردند و دومین ازدواج ایشان همین حضرت سوده دختر زمعه بود که در ماه رمضان و در سال دهم بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم با سوده ازدواج کرد. حضرت سوده رضی الله تعالی عنها در سال 23 هجری وفات کردند در مدینه منوره و باز هم در بقیع مدفون هستند. و یکی دیگر از همسران رسول الله جویریه هست، جویریه بنت حارس از قبیله بنی مصطلق هست و که شوهر قبلی جویریه عموزادش بود به نام مصافح ابن صفوان که این جویریه در غزوه بنی مصطلق در واقع بعد از اون رسول الله صلی الله علیه وسلم با اون ازدواج کرد و جزء اسرا بودند که رسول الله صلی الله علیه وسلم آزادش کرد و با اون ازدواج کرد و این ازدواج مبارکی بود که بعد از اون تمامی مسلمانان اسرایی رو که در اختیار داشتند به خاطر این وصلت مبارک تمامی اونها را آزاد کردند. حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها در ماه ربیع الاول در سال 56 هجری و در زمان خلافت معاویه در سن 65 سالگی در مدینه منوره وفات کردند و در بقیع در واقع دفن شدند. این مختصری بود درباره ازواج مطهرات و امهات المؤمنین که در این برنامه و در 3 جلسه با همدیگر زندگی این بزرگواران را مرور کردیم و با زوایایی از این زندگانی و نکات برجسته از زندگانی این بزرگواران آشنا شدیم. ان شاء الله تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود و مطالبی دیگر در مورد نسب و در واقع ارتباط صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم با هم دیگر و که این مطالب را بیان خواهم کرد تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم
عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى